نداره. سلام، خیلی مخلصم. امروز روز بزرگداشت فردوسی اینجا بولوار شاهنامه توی شهر طوس. اینم رستم و رخش. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. چه ابهتی داره این مجسمه بزرگ. خب توی شهر طوس یه بقعه‌ای هست به اسم هارونی که قدیمی‌ترین ساختمان اینجاست و همین که منسوب به امام محمد غزالی و همش هم آجرکاری کاشیکاری توش نداره که این آجرکاری مختص دوره سلجوقی است. بریم ببینیم داخلش چه شکلیه. خب این تابلوشه ولی یه جا نوشته اینجا بقعه هارونی همان بقعه مطهر امام رضا بوده، زریع فلان بوده، یعنی اینجا حرم امام رضا بوده. معلوم نیست چیه کلا. یه خوشگله. بخاطر میگه اینجا جای پر رمز و رازیه. که نزدیک به طوس زیباست، نزدیک به در واقع آرامگاه فردوسیه. اینم نبرد رستم اسفندیار که خیلی خوشگله. اینم تندیس رستم و سهراب بعد از نبردشون که رستم متوجه میشه که پسرش رو کشته. خیلی خوب درده، خیلی خوشگله. اینم آتیشیه که توش سیاوش گرفتار میشه. خیلی خوشگله. ایشون سیاوش اون دالانی هم که رد کردیم در واقع آتش بود. این هم تندیس آرش کماندی. چه شکوهی داره این. خب این سام و نریمانه که با اژدها داره جنگه. از آرامگاه فردوسی. چه؟ موزه. خب این موزه هم همراه با آثار نگارگری و اینکه آثاری از دوره ایلخانی و چیزایی که از شهر طوس باقی مونده اینجاست. چنگ اندرون ساغری جام می
هم قلب شجریان. مرغ سحر ناله سر کن من فقط یک توضیح بدم اون چیزی که خدمتشون ارائه شد دوستان آنچه که بنده خوندم به صورت زنده بود و پلی بک نبود، موسیقی در واقع پخش شد و بنده براتون زنده خوندم. فرشته زنده بود، پلی بک نبود. خب از دوستان در اتاق فرمان خواهش کنم ترک سوم رو برامون پخش کنن که ایران هست و همه رفتن داداش. پرچمو افتاد، پرچمو. بله اگر سختتون نیست و مزاحمت نداره باران خیلی بد نیستونم باران بهار ما میخونیم. بله آقای مزاحمتی گفتن سوم رو میزن اگر مدایلتی رو روشن کنید در اینجا رو ستاره باران و الان بلند شید ستاره ها ستاره باران کنید. آجی وضعیت رو ببین. چتر سیار اینه وضعیتمونه نشدیم. اصلا وضعیت داغونه. فکر کنم تو سیل بمونیم اینجا. داره بارون میاد فعلا. جویم
اسمش چی بود نه؟ آبجو اسمش اینا بیر بیر